من خب مثلا یه عالمه آرزو داشتم، یه عالمه عقده داشتم. من رسما عقده‌ای بودم. هیچ من الان تازه به دوران رسیدم، هیچ ابایی هم از گفتنش ندارم. اولین کاری که کردم با پول‌هایی که در آوردم، عقده هامو ارضا کردم. چیکار کردم؟ مثلا عقده وان داشتم، تو فیلم می‌دیدم دیوونه شده بودم از اینکه من 20 و چند ساله تو وان نخوابیدم، نمیدونم حسش چیه. من باید این کارو بکنم، هر جوری هست دیگه، پس برم اون کارو بکنم. و بعد که رفتم خب چیز خاصی هم نیست. تک تک عقده هامو سعی کردم ارضا کنم و ته همش به این نتیجه رسیدم که بابا دیگه هیچی هم نبود. مطمئنم که در ادامه مثلا عقده ویلا داشتن دارم، خونه داشتن دارم فلان، هر کدوم از اینا رو ارضا کنم میگم بابا حالا اینم هیچی نبود. پس چیزی؟ تنها چیزش همینه که خودت گفتی. ارتباط با آدم‌های مختلف، دوست داشتن و دوست داشته شدن. هیچ چیزی از این ارزشمندتر و ماندگارتر نیست.